60% از قاتلای حرفه‌ای وقتی به میانسالی نزدیک میشن تصمیم میگیرن که با وجدان بشن، ولی تو کار ما چیزی به اسم طرح بازنشستگی نیست. به جاش منو میفرستن سراغت. آوا مووی تبدیل میکنه. برگرد، اصلاتو بنداز. یه پیشنهاد واسط دارم. اگه بزنی به چاک زنده میمونی. صبر کنیم، بیاین یکم برگردیم عقب ببینیم چطور به اینجا رسیدیم. 2 هفته قبل هدف من یه قاتله که چند سال پیش وسط یه کار ناپدید شده. پیدا کردنش اصلا آسون نبود. فهمیدم که اون یه دلال آثار هنریه. آثار هنری که ممکنه دزدی باشن. به خاطر همینم فقط کسایی که واسطه های قابل اعتماد معرفی کردن و ملاقات میکنه. و تصادفاً این عوضی که من الان باش قرار دارم یکی از همون است. من معمولاً پای افراد غیر نظامی یا کسایی که به هدفم ربطی ندارن و وسط نمیکشم. ولی این آدم اون واقعاً یه بی همه چیزه. اون قاچاقچی انسان، مواد مخدر و اسلحه هست. حتی به آدمای پولدار بچه هم میفروشه. در واقع دارم به دنیا یه لطف بزرگ میکنم. یه مشتری جدید دارم، تایید شده و پولم داره. یه اثر هنری کمیاب میخواد. مدارکش ارسال کن، هفته بعد میتونم ملاقاتش کنم. وظیفه من پیدا کردن و کشتن کارمندای بازنشسته شده است. برام مهم نیست چقدر زمان میبره، من کارو تموم میکنم. من بهترینای بهترینا رو کشتم. من آدم کشم که آدم کشها رو میکشه. قاتلا. من مثل بقیه به طور اتفاقی وارد این کار نشدم. من یتیم شرایط بودم. تصمیم گرفتم خطرناکترین آدمای کره زمین رو شکار کنم. تمام عمرم رو وقف این کار بکنم و برای کارم افتخار زیادی قائلم. صبح خیر، من آقای آنتونی هستم. خونه خیلی زیباییه. بله همینطوره، خونه بازنشستگیمه. تو بازنشسته ای؟ شدم ولی از بازنشستگی خوشم نیومد.
اینو درک میکنم. فکر نکنم هیچ وقت بتونم بازنشستشم. خب دوست داری بشینی؟ ممنونم. خب بگو ببینم دقیقا دنبال چی هستی؟ یکی از آثار رمبرانت. بیا رمبرانت. فکر کنم 2 تا داشته باشه. من دنبال هر رمبرانتی نیستم. یکی از آثار خیلی خاصشو میخوام. میدونی کدوم یکی؟ دریای جلیل. بهتر بود بگی دنبال مسیح میگردی. همه دنبال اون اثر هستن، هیچ کس پیداش نکرده. آره، ولی فکر کنم من پیداش کردم. اون آدمی که فکر میکردم نیستی. نوچ، من نیستم. چطوری پیدام کردی؟ اون قطرام که فکر میکنی سخت نبود. ولی چرا بعد از 5 سال؟ چرا بعد از این همه سال اومدی سراغم؟ از نظر من هر دوی ما حرفه‌ای هستیم. یعنی تو بودی. فکر کنه این یه لطفه باشه. اگه یه روز تو جایگاه تو باشم دوست دارم همین کارو برام بکنن. تو هنوز از این کار خسته نشدی نه؟ نه، ولی من تو نیستم. تمام کارایی که تو کردی من به خاطر اونا اینجا. شما جوانا هیچ چی نمیدونید. هیچ وقت یه راه خروج نداری. زیادی بازی کامپیوتری کردی. و شما پیرمردا، شما هیچی در مورد تکنولوژی نمیدونین. پروتکل خروج.
آره 400,000 دلار برد. اگه میخواستم رو کل شرط نبندم بهت میگفتم لعنتی، رو همش برای برد. فکر میکنی بینگ بانگ برنده میشه؟ راستش تو حرفه من همچین چیزی توصیه نمیشه. خب هر جور راحتی، ولی یه حسی بهم میگه این دفعه قراره شانس بیارم. من رو چیزی که مطمئنم شرط میبندم. حدس میزنم دستورتو بی دردسر گرفته. درسته. خودم یه محل سکونت پیدا میکنم، هرش با تماس میگیرم. آقای هیدن، درسته که گاهی پولمو یه جاهایی میذارم، ولی هیچ وقت قمار نمیکنم. من مطمئنم اون برنده میشه. آگوستیس یه آدم عوضیه، ولی اون رئیس منم هست. اون مدیر جاییه که ما بهش میگیم سازمان. یه شبکه بزرگ از خلافکاری ثروتمند که چند تا آدم کش حرفه‌ای استخدام کردن. من که آدم کشم، ولی فقط برای محافظت از گوسفندا گرگا رو میکشم. هر ماموریت نکات منفی مثبت خودش رو داره. نکته مثبت این یکی اینه که هدف دقیقاً روبروی خونه من مخفی شده و من بالاخره بعد از مدت‌ها میتونم برگردم خونه. و نکته منفیش این بی همه چیزه. چارلز منگولد. خیلی کم پیش میاد که من از این مأموریت بترسم، چون خب من بهترین هستم، ولی منگولد اون با بقیه فرق داره. یه قاتل بالفطره که نمیذاره هیچ چیز یا هیچ کس سر راهش قرار بگیره. براش مهم نیست که هستی یا کجایی. اگه مأموریت رو قبول کنه حتما یکی میمیره. حالا اون هدف منه. این چطور اتفاق افتاد؟ رادیو لعنتی. واقعا آگوستاس عوضی. من همیشه مثل کوچ نشینا زندگی کردم. با این موضوع هیچ مشکلی ندارم، وگرنه هیچ وقت وارد این کار نمی‌شدم. بذارید اینجوری بگم، تو این کار تو هیچ دوستی نداری. تو با کسی هیچ رابطه ای نداری، چون ممکنه راز تو بفهمن و همین تو رو به کشتن میده. نباید نقطه ضعفی داشته باشی، وگرنه ازش علیهت استفاده میکنن. ولی هر کسی یه خونه لازم داره، یه جایی دور از شبکه که هیچ کس نمیتونه پیدات بکنه. یه جایی که یکم هوای تازه بخوری. یه جایی که توش احساس امنیت بکنی. بالاخره سلام. به خونه خوش اومدی. خوشحالم که برگشتم. دلم برای تنگ شده بود. بهتر اول از همه یه دوش بگیری تو منو به کشتن میدی. اگه شانس بیاری. ببینم تو میدونی اون کیه؟ آره، همون هدف همیشگی. یه قاتل که وجدان پیدا کرده. این چارلز منگولده. آها. اون یه افسانه است. همشون افسانه. چوپاروسا؟ همه اون داستانو شنیدن. از فاصله 1740 متری با شتاب 2008 فوت در ثانیه. افت ارتفاع، سرعت باد، انحنای کره زمین. همشو حساب کردیم. گلوله ها مستقیم حرکت نمی‌کنن. این یه تصور غلط و رایجه، مخصوصا تو اون فاصله.
تا اینکه یه راست فرود بیاد روی کلت. و اون با این کارش یه زن بیگناهو به کشتن داد. تیر از اون رد شد و خورد به هدف. چارلز منگولد حاضر بود برای تمام کردن یه کار مادر خودشم بکشه. اولا درسته که مجبور شده یه زن بیگناه ها بکشه، ولی تیراندازیش عالی بود. دوما شرایط تغییر کرده. خدا میدونه که چی شده که یه آدم عوضی مثل اون کارشو تموم نکرده. اون خیلی بیرحمه سم. تو بهتر از هر کسی میدونی که من چقدر بیرحمم نونم. راستشو بخوای کم کم دارم به این نتیجه میرسم که تو نگران منی. به نفع خودته که یکم ترسوتر باشی، میدونی؟ نه. You never could refuse me, Sam. I'm the ring that's missing in your chainmail armor. Your one weak spot. I don't have a weak spot, Nona. But if I did, I think you'd be it. فقط برو. من باید تو رو ببرم کلمبیا. فقط برو. تو هنوز خسته نشدی؟ دنیای ما آدم کشا خیلی کوچیکه. بهترینا برای هم احترام زیادی قائلن. ممکنه بعد از مأموریت همدیگه رو ببینیم و بریم رستوران، ولی کاره. اگه برای تو اونجا باشم اینو متوجه میشی. هر قاتلی که تا حالا کشتم فکر میکرد بهترینه. همشون فکر میکردن شکست ناپذیرن تا اینکه من پیدام شد. سازمان بی دلیل به من مأموریت نمیده. وقتی وارد این کار میشی فقط یه پروتکل برای خروج وجود داره و اون پروتکل فقط و فقط من هستم. من پروتکل خروجم و اگه تو هدف من باشی خودم بازنشستت میکنم. من گفتم با بقیه هدفایی که تا حالا بهم دادن هیچ فرقی نداشت، ولی احتیاط واقعا شرط عقل اینطور نیست. حتی که بهترین باشی و بهترین ابزار کار رو داشته باشی. همونطور که اون دلال بهم گفت همیشه نقشه دوم داشته باش. زود برمیگردم. یه لحظه صبر کن. Come here. How you feeling this morning? Better. You better? You want to pick you up something? You know what I like? Okay. I'll see you sooner. چارلز مراقب باش. برای هر دومون دعا کن. همیشه. خداوندا لطفاً گناهان گذشته منو ببخش. اجازه نده امید منو به آینده نابود کنه. تو تنها ناجی منی و فقط تو میتونی نجاتم بدی. لطفاً ازمون محافظت کن. اگه به خاطر من نمیتونی به خاطر اون این کارو بکن. خدایا ازش محافظت کن. آمین. بیگا کویندا مسیح آپاچیا اینطوری خودشونو درون میبینن. خودم میدونم. هیچ کس نمیتونه ازت محافظت کنه.
برگرد و اصلات هم بنداز. میتونستم بیرون کلیسا قبل از اینکه بیای تو کارتو تمام کنم. یه پیشنهاد واسات دارم. اگه بزنی به چاک زنده میمونی. دقیقه مونده. تا وقتی برسیم اونجا کارش حتما تموم شده. یکم عجیبه. اولین باره با همون میای مأموریت. میخوای تجربه مبارزات رو افزایش بدی؟ من ترجیح میدم به اسبای کوفتیم یونجه بدم. ولی خب یه مشتری مهم داریم. ویکت. آیزک. تو که مشکلی با من نداری درسته؟ به هیچ وجه. خب آخه تو تا حالا همچه چیزی رو تجربه نکردی. چه جور چیزی؟ شخصی. اگه مطمئن نبودم شوخی میکنی ناراحت میشدم. اون تو روزای معمولیش هم زیادی وحشیه. ترجیح میدم بهش بگم اشتیاق کاری، مثل زنی که میخواد تو دفتر ترفیع بگیره. ویکت جدی گفتم لطفاً دست از پا خطا نکن. لازم نیست نگران من باشه آیزاک، من جدیم. دانیک ببخشید همین حالا باز بریم را بیافت. لباس تو بپوش باز بریم. چه خبر شده چارلز؟ باید همین حالا بریم. درو دسته بشکیم اونا پیدامون کردن؟ فقط یه نفره. سری لباس تو بپوش. لعنتی. چیکار کنی؟ نگران نباش باز از اینجا بریم. واسه اونا قابل جایگزینن ولی تو نه. خدای من تو داشت بریم. فکر میکنی هنوز عکسمو تو کیفش نگه داشته یا بهتری با چاقو اسمو رو سینه‌اش بنویسم تا یادش بیاد؟ اسمت ویکت بود؟ این کار خیلی مهمه. میشه لطفاً تمرکز کنی؟ برای تو مهمه، نه من برای آیزاک کار میکنم. ویکت داشتم باهاش شوخی میکردم بابا، فقط یکم سر به سر رئیست گذاشتم. تو که بی جنبه نیستی مگه نه؟ این لعنتی رو کجا پیدا کردی؟ میشه این داستانو بذاری برای بعد؟ تو تاریک ترین گوشه جهنم که تو حتی نمیتونی تصور کنی. تو منو یاد سردردهای دوران دبیرستانم میندازی که خوب نمیشه. میدونی من تقریبا یه ساله که با تو کار میکنم و هنوزم داری غافلگیرم میکنی. من نمیدونستم که تو مدرسه رفتی. برو به درک دختر دانشگاهی. مراقب باش دکس وگرنه مثل بقیه دشمناش میمیری. همشون به غیر از یکی. اوف نوبت اونم میرسه. تو دانشگاه رفتی؟ ماگنا کوم لادی. دنیای خطرناک دختر خطرناک میسازه. چی؟ بزن بریم. خیلی خوب لعنتی. لاستیکا من میتونستم تو کلیسا بکشمت. بکنم باز این لطفو در حقم جبران کنی. کار ما اینطوری پیش نمیره. نقطه ضعفتون مال من نیست. ولی هر اتفاقی که افتاد به دختر صدمه نزن. من غیر نظامگرا نمیکشم، ولی شنیدم تو این کار انجام میدی. آره من داستان مکزیکو رو شنیدم. درباره چی حرف میزنه؟
پس چی شد؟ بعد از مرگ زن اعصاب وجدان گرفتی؟ عاشق هدف بعدیت شدی اره؟ درست حدس میزنم؟ آمین و هم خدا رو پیدا کردم. باورم نمیشه اینقدر قابل پیش بینی. بولا نشون دوسته تو هم؟ فکر نکنم. ببین امکانش هست بعدن این ماجرا رو تموم کنی؟ برای چی اجاره کنیم؟ سی ثانیه دیگه میرسم. با مشکل روبرو شدم. مگه نگفته بودی مشکلی پیش نمیاد لعنتی؟ تو داخل ماشین باش، ما خودمون تمومش میکنیم. شوخیش گرفته؟ رئیس توه، نه من. بزن بریم. آمادی؟ برو! ما تو درد سر افتادیم. اون آیزاکه. گندش بزنه. آیزاک کیه؟ آیزاک فلورنتین، از اونایی که تکی ارتش رو شکست میده. برای امروز نه. تو فرست بهترین آدم کشا دومه. اولی کیه؟ من. خوشحالم دوباره میبینمت. تو واقعا یه افسانه ایه. آره منم از دیدنت خوشحالم. سلام هیدن. دلم برات تنگ شده بود. شاید یه روز دیگه. ولی اگه نمیخوای کارتو انجام ندی من مجبورم جات انجامش بدم. متاسفانه من تو رو قبلا به یکی دیگه قول دادم. سلام هیدن. خدایم. اون ریکده؟ آره. اون واقعا اسمش همینه؟ آره اسم مناسبیه. آره ولی اسم واقعیشان هست. ما چند سال پیش با هم دیگه نامزد بودیم. آدم جالبی. منو تو کلیسا رها کردی. ببینم از این یکی خوشش میاد یا نه. آره باباتون متاسفم. تو وگاس بود. ویکد؟ من سر تو قطع میکنم عوضی. لعنتی! بیایید بریم زود باشید. اجرام بید برو. باشه بکنیم. پاشو. گفتی کاملا جدی هستی آره؟ زود باش. تشنمه آب میخوام. بیا اینجا آب هست. حالا خوبه؟ آره. اصلا عجله نکن.
این برای کلیسا بود. آیزاک اینجا چه غلطی میکنه؟ لعنتی. اون برای دختر اینجاست. اون تو لندن شاهدی قتل بود. سازمان میخواست از شرش خلاص بشه. بابتش به من زنگ زدن. اشکی ما آلبانیایی هم. چه کار پر درد سری. آره. ولی تو تونستی تمومش کنی؟ من هیچ وقت همچی کاری نمی کنم. تو فکر میکنی منو خوب میشناسی، ولی منم تو رو خوب میشناسم. میدونم چطوری باهات قرارداد بستم. درباره این دخترم میدونم. ولی من اون کار رو تموم کردم. همیشه تمومش میکنم. وایسا، من باردارم. I don't make exceptions. Okay, well, do what you gotta do then. Huh? Fuck. What is it? یه لحظه صبر کن. نه. بیا یکم بخور. یکم بخور. نفس عمیق بکش. نفس عمیق بکش. بخور. خیلی خوب. یکم دیگه. لطفا. مشتریشون بشکیمه. این اصلا خوب نیست. از اون آدماییه که نمیخوای توی کوچه تاریک ملاقاتش کنی. یه جلاد که به خاطر بیرحمیش تونست به این مقام برسه و حالا رئیس آلبانیایی است. من تو کلیسا منگولد دست کم گرفتم. اون بی دلیل یه افسانه نشده. نباید به آدمایی مثل اون فرصت نفس کشیدن بدی. مقصر خودم بودم، ولی اگه سر و کله آیزاک پیدا نشده بود دم خونه کارشو تموم میکردم. اون اینجا چه غلطی میکرد؟ این کار منه. قسم خوردم که هیچ وقت این کارو نمیکنم. به خودم گفتم سم تو همیشه کارتو تموم میکنی، ولی حالا توی این وضعیتم. قسم خوردم هیچ وقت این کارو نکنم. قسم خوردم که کارو تموم میکنم. قسم خوردم نذارم هدفم فرار کنه. اون حقشه که بمیره. درسته؟ تمام کسایی که کشتم همشون؟ تو اون هدف خودتو دیدی مگه نه؟ این که قراره کی بشی؟ نه من نمیذارم هدفم فرار کنه. پس بگو زمان بیشتری لازم داری. بهش بگو منگولد از دستت فرار کرد. تو واقعا اونو دست کم گرفتی عزیزم. من کارمو تمام میکنم. آب و هوای اونجا چطوره؟ من زمان بیشتری میخوام. زمان بیشتر؟ تو؟ آره پیش میاد دیگه. لعنتی. تو این 12 سال هیچ مشکلی پیش نیامده بود. دقیقاً. از چرا آیزاک اونجا بود؟ منگولد که هدف معمولی نیست. مشتریمون بهترین ازم خواست. من بهترینم. خب ثابت کن. مرزکی عاشقم. من کنترلمو از دست دادم. چه برای سر من اومده؟ چرا نمیتونم این کارو تموم کنم؟ بهتره بکشمش و کارو تموم کنم. میخوای درداتو فراموش کنی؟ میدونی که سر کار نوشیدنی نمیخورم. اینطور که به نظر میاد تو دیگه کاری نداری. راستش تو منگولد مثل 2 تا رفیق بودی. شاید شما با هم کار میکنی. من با کسی کار نمیکنم. من اینجام که کارو تموم کنم. همیشه تموم میکنم. منظورت اینه که تمومش میکردی؟ سلام آنه. در مورد وگاس باید بگم. صبرانه منتظر کشتنی تا موزی. امیدوار بودم بتونیم در موردش صحبت کنیم. بس کن. اون آخر هفته من واقعا اگه نمیخوای معذرت خواهی کنی فقط تمومش کن. من شاید باید یه جور دیگه تماشاش این میکردم. اسمش معذرت خواهی نیست. چه صافت. هی آروم باش. دارم از تماشای این نمایش مسخره لذت میبرم.
ولی ترجیح میدم بیشتر تحریکش نکنی. ممنونم. میبینم که تو هم ایده منو داشتی. پس با اسم واقعیشون هواپیما رو رزرو نکردن ها؟ این که خیلی واضح بود. از کجا میدونستی که من اینجا؟ خب این فرودگاه فاصلش با مکزیک کمه، پس با یه هواپیمای کوچولو و یه باک بنزین میشه به مکزیک رسید. بعدش هر جایی میخوان میرن. من بودم همین کار رو میکردم. مطمئنم که همینطوره. و حالا تو به من میگی از دیدنت خوشحال شدم. حالا ما میریم پی کارمونو میذاریم تا کارو تمام کنی به نحو احسن. چطوره؟ تا دوباره همون گندی که تو کلیسا زدی رو بالا بیاری؟ پس تو اونجا بودی؟ من همه جا چشم دارم. از اونو که به نظر میاد سریع‌تره. یا زیادی خود شیفته شدی یا از قصد گذاشتی بره. اگه تو مزاحم نشده بودی دم خونه کشته بودمش. از دید من اینطور به نظر نمیاد. پس بهتره بری چشم پزشکی؟ ما رو پی کارت هیده. بقیه‌شو بسپر به من دوست ندارم بقیه کارمو تموم بکنم. ولی من قابل اعتمادم، بهترینم تو این حرفه. تا دومی اشتباه میکنی. این تنها فرصت تو برای کنار کشیدنه. اینو قبول کن. خیلی مهربونی مرد. حتی حاضرم مدرک مرگشو بهت بدم برای رئیست. تو این کارم میکنی؟ میدونی که من سر قولم میمونم. مدرک مرگش تا فردا صبح خون؟ به محض اینکه گرفتمش. بابت کشتن افرادت متاسفم. ببینم شوخیت گرفته؟ تو از اونا عذرخواهی میکنی ولی از من نه؟ مرد که یه آشغال عوضی. آروم باش، بی خیال. این که کی بابت کشتنشون قضاوت میشی دست من نیست. ولی اون روز تو راهه. اونا باید برن ته صف. Cabo or Mexico City? Your choice. Where do you want to go? Here you go. Keep the change, buddy. All right. Good. حالا مطمئن شدم. منگل دیگه مثل قبل نبود. دختر حواسش رو پرت کرده بود. برای همینم چیزایی که سالا پیشونو به کشتن میداد و نمیبینه. باز همین امشب از کشور خارجیم. این بهترین راهه. فقط باید کنار هم باشیم. مثل عنکبوتی که ته یه گرداب گیر افتاده. دلم براش میسوخت. شاید برای همین دفعه اول که دیدمش نکشتمش. ما برای همین کار بعدیم حتی خودم هم بدجور گیج کرد. آوا مووی. دوباره اون داستان تکراری مزخرف. زودش برو. نه بایسا بذار سوار بشیم. سوار شیم. از کجا بدونیم میتونیم بهت اعتماد کنیم؟ سوار باشیم بابا. سوار شو. باشه. سوار شید دیگه. حالا برو. لعنتی ها. چه صافت بی هر چیز. تو حالت خوبه؟ آره. خوبه. مشکلی پیش نمیاد. خوبه. باشه. خوبه. چرا این کارو کردی؟ میخوای نظرمو عوض کنم؟ معذرت خودم. دفعه قبلم همین اتفاق افتاد. دفعه پیشم جونمون رو نجات دادی. پس مطمئنم یه دلیل داری. یه تصمیم ناگهانی. ممکن بود هر اتفاقی بیفته.
حالا هممون به فنا رفتیم. اون داره راست میگه. حداقل حالا یه دشمن مشترک داری. پس حالا نقشه چیه؟ من یه جا برای مخفی شدن دارم. باشه خیلی خوب. اونجا میتونیم یکم اختلاط کنیم، یکم نقشه بکشیم. باشه بزن بریم. فکر میکردم که همه چیزو میدونم. شاید واقعا حق با اون دلال بود. من هیچ راه خروجی نداشتم. یا بدتر، شاید دارم خسته میشم. اتاق خواب پشتی بر شماست. از هدف تو وردی مخفیگاهت. خوبه. ازش خوشم میاد. نگران نباش، فقط یکم استراحت کن. فردا صبح از اینجا میریم. نه ما نمیتونیم مدام فرار کنیم. بعدش میخوایم چی کار کنیم؟ تا آخر عمر فقط فرار کنیم؟ کجا بریم؟ قبل از دیدنم چی کار میخواستین بکنیم؟ من چیز زیادی ندارم ولی مطمئنم گرسنه‌ام. نوش جان. اتاق خواب پشتی بر شماست. خیلی خوب بریم. Me everything's gonna be okay. It'll be fine. Everything is fine. Just get some sleep, all right? Relax. Don't worry about it. Don't worry about it. تمامش تقصیر توه. تقصیر من نیست که تو یه دفعه عذاب وجدان گرفتی و همونطور که پدرم همیشه میگفت هر اتفاقی یه دلیلی داره. خب شاید پدرت اشتباه میکرده. ما وقتی بچه بودیم فکر میکردیم والدینمون همه چیز خوب میدونن. اون باور داشت مردم میتونن عوض بشن. حداقل پدرت یکم نصیحتت میکرد. پدر منو قاتلا کشتن. بعدش هم مادرمو. زندگی ما وقت پیدا کردن قاتلای پدر مادرم کردم و تونستم انجامش بدم. تو که اینو میدونی. اونا همه چیزو ازم گرفتن، همونطور که تمام هدفهای من از بقیه گرفتن. یه چیزی برای مردم عزیز بوده. بعد از کاری که کردن استحقاق اینو ندارن که خوش و خورن برن پی زندگیشون و هر کاری میخوان انجام بدن. اونا با دردی که قربانیانشون حس کردن و حس بکنن و من این کار انجام میدم. Get some sleep, all right? با کی حرف میزدی؟ یه رو آره منم با چند تاشون حرف زدم. دخترتون مکزیکو؟ اونم یکیشون بود. حالش چطوره؟ بهتره. خوبه. میدونی که اونا میان سراغمون. آره برای همین همونو آوردم. عالیه. هزینه میخوری؟ چه بهتر.
ممنونم. خواهش میکنم نوشی جان. میدونی بعضی وقتا فکر میکنم اگه دنیکو زودتر ملاقات میکردم آدمای بیشتری الان زنده بودن. ولی خودت نه، درسته؟ احتمالا نه. نمیدونم فرصت شد ازت تشکر کنم یا نه؟ نه 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 این کار انجام نده. من هنوز تصمیم نگرفتم که بکشمت یا نه. تازه‌شم. من قدردانیتون نمیخوام. قطعا بهش نیازی ندارم. هرچی تو بگی. حالا چی میخوای؟ تو چی میخوای؟ فقط اونو بیدارش نکن لطفا. منصفانه است؟ میدونم به چی فکر میکنی و اینکه مثل قبل نیستم. موضوعی نیست که ضعیف شدم. من فقط دیگه دوست ندارم اونطوری باشم. آره ولی بدون اون مهارت‌ها چطوری میخوای مراقب اون باشی؟ من خیلی دعا کردم. از خدا خواستم یکی رو بفرسته. یه قاتل کوفتی. کی فکرشو میکرد؟ تو رو فرسته. حتما بعدش میخوای بهم بگی که خدا راه و روش اسرارآمیز خودشو داره، مگه نه؟ تو به خدا اعتقاد نداری؟ موضوع اعتقاد داشتن نیست. من مردایی رو دیدم که وقتی اسلحه رو به سمتشون نشونه میگیری از خدا میخوان بهشون رحم کنه. برای چی آخه؟ اونا که به هر حال مردن. خب من که مطمئنم خدا هیچ اهمیتی به من و تو نمیده. منم دقیقا مثل تو بودم. نه تو دقیقا مثل من نیستی. هدف ما با هم دیگه فرق داشتن. آره خب من فقط به بهترین بودن تو کارم اهمیت میدادم و تمام کردن و کار هر کاری بود. میدونی درسته که من کشیش نیستم ولی باور دارم که همه گناهان حتی بدترینشونو میشه پاک کرد. این به نفع آدمایی مثل ماست. خدا اون روز ما رو جلو هم قرار داد تو اون کلیسا، یادته؟ ولی من نور خدا رو تو گوشه چشمات ندیدم ولی میدونستم که اونجاست. راستش من به خدا اعتقاد نداشتم. انگار که یکی کوبیده باشه تو سرم و من عوض شدم. میدونی شاید خدا منو پیدا کرد. نمیدونم، فقط میدونستم که فقر کردم. دیگه نمیخواستم مثل قبل باشم و اون کارا رو بکنم. میدونی اکثر مردم تمام عمرشون سعی میکنن کار درست انجام بدن، چه با خدا چه بی خدا. منم دقیقا همونطور بودم تا اینکه وسط جاده مسیرمو گم کردم. اگه باید توبه کنم تقاصشو بدم مجازات بشم حرفی ندارم. این حق منه میدونم ولی حق اون نیست. حق اون نیست. من سالها قبل از ملاقات با دنیک تصمیمی گرفتم. قبل از اینکه بشناسمش چون اون کار درست بود. ازت ممنونم. من اول نگهبانی میدم. میدونم کلمبیا نیست ولی جای مورد علاقم توی دنیاست. من باید تو رو ببرم کلمبیا. من میام. کافی لب تر کنی. بزن بریم. این برکه واقعا زیباست.
آره همینطوره. هیچ کس نمیتونه آینده رو پیش بینی بکنه، ولی اگه بشه دوست دارم دقیقاً اینجا بمیرم. میتونم درکت کنم. غم‌انگیز بود. حرف غم‌انگیزی بود، نباید اینو میگفت. عیبی نداره. میخوای بری تو آب؟ معلومه که میخوام برم تو آب. میخوای دمای آبو چک کنم؟ من تو رو میشناسم. لطفا. باشه. اگه سرد باشه چکمامو در نمیاره. اوه دماش عالیه. بیا سم. سم بیا. هدفت منم؟ آره. هیچ کس بیگناه نیست. هیچ کس بیگناه نیست. مرتی که یه عوضی. این دفعه دیگه نمیذارم از دستم فرار کنه. خودم سرشو قطع میکنم. من اون بی همه چیزو خفش میکنم. بسیار خوب. تیم الفا ما میریم چپ، شما میرید راست. ویکت، یادت میاد ازت خواستم دست از پا خطا نکنی؟ آره. خطا کن. بشین. برا نشو. بیا این اسلحه رو بگی. از رو زامن برداشتمش با جفت دستت.
بازاتو صاف کن. خب هر کسی از اون در رد شد میزنیش. متوجه شدی؟ اینقدر میزنی تا بیفتن. خب ولی هیدن رو نه. خب نشونه بگی صاف. خوبه همونجا بمون. میخوام باهات بازی کنم. میخوام بدن تو ببرم و بعدشم میکشمت. نمیتونم بعد بترسم یا عاشقت بشم. به نظرت اول چیو ببرم؟ ولی نظر منو میپرسیم؟ قراره حسابی خوش بگذرونیم. باشه نه چاقوت یکم چیزه. ببخشید. خب راستش باید بکم کرد. نه چطور اینقدر سریع پیدامون کردی ایزک؟ هیچ کس از اینجا خبر نداره. آگوستوس رو فرستاد؟ بیخیال هیدن، تو عاقل‌تر از این حرفایی. آره این سازمان دو جور آدم داره. اونایی که فقط دنبال پولن و اونایی که حاضرن براش بمیرن. تا کدومشونی؟ همونطور که گفتم من سر قولم میمونم و برای هیچ کس اونو زیر پا نمیذارم. حتی به خاطر خانوادت و بیسکوینات و سیسیلی؟ آگوستوس فکر میکنه چون 10 سال پیش تو سیسیلی خانواده تشکیل دادی ممکنه یه دفعه ناپدید بشیم. برای همینم تمام مدت تو رو تحت نظر داره تا یه موقع بازنشسته نشی. تو حاضری برای همچین آدمی بمیری. من هیچ وقت به خانوادت صدمه نمیزنم آیزاک. تو اینا خیلی خوب میدونی ولی اونا چرا میزنن؟ آگوستوس تو رو فرستاده؟ اهداف ما 3 نفرن. یکیشون دختر است، یکیشون منگول و اون یکی تو. آروم باش. آروم. چطوری پیدامون کردین؟ اون زنه تلفن زد. بهم بگو کار تو نبود. فقط به خالم تو سوهو زنگ زدم. فقط من براش باقی موندم. میخواستم بهش بگم خوبم. شدم دفعه اولم همینطوری پیدامون کردم. خدای من دریک بهت گفتم به کسی زنگ نزن. واسه همین تا حالا زنده موندی. انتظار داری خانواده‌مو بدون هیچ خبری رها کنم؟ اگه میخوای زنده بمونی دقیقا همین انتظار دارم. اگه میخوای اون بچه زنده بمونه اصلا بده من. اصلا بده من. متاسفم. برو. ببخشید. الو. هوا سمت شاق چطوره؟ خیلی خوبه. هوای جایی که تو هستی چطوره؟ چند روزی طوفانی بود اما حالا آسمون صافه. خوبه. مشتریامون خوشحال میشن. میخوای یه سر بهت بزنم؟ خوشحال میشم.
میدونی کجا پیدام کنی؟ فردا میره زمین اسب سواری. من اونجا رو میشناسم. یه نقشه داری؟ من همیشه یه نقشه دارم. برای همینم من بهترینه. دومی بهتره. سومیه. خب حالا چی؟ فکر کنم از آدم کشتن خسته شدم همین. آره منم همینطور. فکر کنم برگردم خونه و خانوادم رو جا به جا کنم. بعدا میبینم به تایزک. امیدوارم نبینی. ببخشید میونه کلامتون شکر. ما فقط یه ماشین میخوایم. با فانت بریم. من باید اینجا بمونم و تمیزکاری کنم. به لطف جناب عالی. بعدا میبینم به تایزک. میبینمت. آنا؟ تو هیچ وقت عذرخواهی نکردی. من به آگوستوس گفتم هیچ وقت قمار نمی کنم. به قطعا هیچ وقت بلوف نمیزنم. ولی همیشه دفعه اولی هم وجود داره. عزیزم ببخشید که بهشون زنگ زدم. نگران نباش. فقط دوباره این کارو نکن. خب من فقط به تو نیاز دارم. And that baby. Yeah. And the baby. So, where are we going? East or west? Where'd you want to go? I've never been to the Grand Canyon. Well, that's the second most beautiful sight in the world. اونم اومد. زود برمیگردم. ببخشید. چرا با من نمیای؟ پیشنهاد وسوسه انگیزی، ولی من تصمیممو گرفتم. وقتش تمام اشتباهامو جبران کنم. واقعا فکر میکنی اونا حرفتو باور کنن؟ نمیدونم. شاید. تا وقتی بشکیم قراردادو لغو نکنه اونا بیخیال نمیشن. فعلا اونو ببر یه جای امن و مراقبش باش. اگه سر و کلش پیدا نشه بالاخره سازمان اونا فراموش میکنه. پس تو چی؟ من میخوام استعفا بدم. واقعا فکر میکنی میذارن تو بری؟ اونو نمیذارن. خودت هم اینو میدونی. شایدم تو همینو میخوای. آره همینو میخوای. خیلی خوب. باشه موفق باشی. ممنونم. ازش خوب محافظت کن. حتما موفق باشی. هیدن فکر کنم یه دونه مدیونتم. I was expecting someone else. No shit. Ileana, grab this man a drink. You got it, babe. بینم تو اخبار اخیر شنیدی؟ نیو مکزیکو؟ چند مرگ بعد از تیراندازی؟
صورت یکیشونو با اسلحه منفجر کردن، انگشت اشارش هم قطع کرده بودن. مال اونه. DNA چک کن. اصلا نیازی نیست. من کاملا مطمئنم که این قبلا متعلق به آقای منگولد بوده. و میخوام بدونم این چیه به تو ثابت میکنه. این یعنی این که میخوای تردیدهای اخیرتو جبران کنی. من کارمو تموم کردم و میخوام تو و تک تکتون بذارین زندگی ما بکنم در آرامش. و دختره دنیک؟ اون هدف من نبود. هر کاری میخوای باش بکن. تا حالا چند بار نتیجه این بازی رو دیدی ها؟ تو سعی کردی که منو بکشی مرتی که یه عوضی. تو به مدیونی. و برعکس بقیهشون من برگشتم اینجا تا رو در رو با حرف بزنم. آخ سم، اصلا فکرشو نمی‌کردم اینقدر احمق باشی. ولی تو یه لعنتی واقعا فکر کردی میتونی منو با یه انگشت خانه کنی که چارلز منگولد مرده؟ باید کلشو برام میآوردی. واسه من انگشت آوردی؟ چارلز منگولد مرده. نه بابا سم، داری به شعورم توهین تو برای همینه که قمار نمی‌کنم. خب سم، ما به زودی میفهمیم منگولد کجاست و بعدش باش کلی خوش میگذرونیم. لعنتی. به نظرم آروم باش و تا الان نه. That went about how I was expecting. فقط یه راه خروج وجود داره. فقط یه راه خروج وجود داره. مطمئن باش به زودی میبینمت. بیدار شو هیدن، میخوام به یکی معرفیت کنم. اسمم باشکمه. به نظرم اینا تفسیر خودته. بهتره بگی اون منگولد و اون دنیک لعنتی کجا. فکر کنم خیلی درد داره هیدن، ولی چقدرش به خودت بستگی داره. آخره منو ببر نزدیکتر. بگو ببینم اونا کجا. فقط بگو اون منگولد لعنتی کجا. نظر کاسه صبرم نمیز چه هیدن واقعا ارزششو داره. ارزششو داشتیده. میدونم تو فکر میکنی خیلی قوی هستی، ولی این کار واقعا مسخره است. مسخره تر سر زدن با آدمی که مرده؟ کی میتونه سرزنشت کنه؟ اینطوری به خاطر کاری که کردی عذاب وجدان نمیگیری. چون آسونه این کارو نمیکنم، چون سخته انجامش میدم. تو یه قاتل و کشتیسم. من یه قاتل بیرحم بودم، دقیقا مثل بقیهشون، و تنها نقطه ضعفی که داشتم تو بودی. من قرار نبود واقعا عاشق تو بشم، ولی این اتفاق افتاد. اما به هر حال کشتمت تا ثابت کنم که من بهترین هستم. آدم کشه آدم کشا، قاتل قاتلا. و من تمامش رو برای دو نفر که اصلا نمیشناختم ریختم دور. چون آینده ما رو توی اونا دیدی. چه داستان تکراریه. تو چطوری میخوای از اونجا زنده فرار کنی؟ نمیگذاری.
هیدن، خدا لعنتت کنه هیدن، تو بردی. گوره بابت مرسی که کسافت ببین لعنتی. هیدن، وای خدا هیدن، هیدن گوش کن، من چاره ای نداشتم. هیدن، این درخواست مشتری بود. هیدن، هیدن. سلام سم. انگار یه روح دیدی. میدونم. تو واقعی نیستی؟ البته که هستم. چطور ممکنه؟ آگوستیس با کمک من استخدامت کرد. اون میدونست که ما از همدیگه خوشمون میاد. بعد از اتفاقی که برای والدینت افتاد تو بهترین داوطلب برای این کار بودی. من کشتمت. بی خیال سم. تو حتی از پس اونم بر نیومدی. به قلبم نخورد. نه من الان 6 ساله که با روح تو حرف میزنم. به نظر من تو باید بری پیش روانشناس. تو به زنی که دوست داشتی شلیک کردی. من از این کار راضی نبودم هیچ وقت. رقت انگیز. منگولد کجاستم؟ اون مرده. بی خیال سم. ما با هم اوقات خوبی داشتیم مگه نه؟ میتونی واقعیت رو بهم بگی؟ دارم واقعیت رو بهت میگم. دروغگو. درسته تو باید منو بکشی. باید همینطوری تموم بشه. حداقل میتونی کنار برکت بمیری نه؟ همونطور که خودت میخواستی.
اگه میخوای ببنده باید بگم مسابقه امروز تموم شده. اون کار توه نما. همیشه از شنیدن صدای بهترین کارمندم خوشحال میشم. من دیگه واسط کار نمیکنم. بی خیال بابا، بیا درباره یه چیزی حرف بزنیم. برات یه کار دیگه دارم و بعدش هم بی حساب میشیم. بهت قول میدم. قول میدی؟ منگولد، تو میدونی من سر قولم میمونم. آره، فکر کنم. یه کار خاصه. ایده رو میگی؟ تو میخوای مردی که جونمو نجات داده بکشم؟ مردی که نتونست تو رو بکشه؟ بله، و بهش فکر کن. افسانه از بازنشستگی برمیگرده تا بهترین آدم کشا رو بکشه. این کارو بکنی قول میدم هیچی واسه خودت و خانوادت درد سر درست نکنه. پیشنهاد جالبه، ولی من زنگ زدم ازت خداحافظی کنم. بیا یه ثانیه دربارش فکر کنیم. من اخیراً کلی فکر کردم. میدونی بعدش چی میشه؟ میدونم. خداحافظ اگاستیس. الو. یه چیزی رو ریختی رو پیرانت. ببخشید؟ تو باید رو برنده شرط میبستی. آخ لعنتی. یادت میاد گفتم تو این کار نمیتونی دوستی داشته باشی؟ معلوم شد اشتباه میکردم، چون بدون شک تو این دنیا حتما به یه دوست نیاز داری. آوا مووی، مرجع دانلود فیلم و سریال.